آبشار مقدس. یک بار دیگر خود را زیر آبشار الهی پاک و مقدس کن. افکار پلید و احساس گناه و خشم، کینه و نفرت را پاکیزه کن. هر روز در اقیانوس رحمت الهی قوسی بزن تا در آینه قلبت روح الهی را مشاهده کنی و نجوای الهی که در سکوت مانند موجهای دریاست با عشق را هدایت کند و تو را